سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی منطقه چیتگر هستیم و اومدیم که یه پارک دوبل رو براتون انجام بدیم. پارک دوبل مخصوص روز آزمون. قبلش ازتون تشکر میکنم بابت اینکه ویدیوها رو لایک میکنید و کانال رو سابسکرایب میکنید و حتما زنگوله رو فشار بدید تا به محض اینکه ویدیوی تو کانال منتشر میشه بهتون اطلاع داده بشه. خب قبل از اینکه پارک دوبل رو شروع کنیم، یه سری از دوستان سوال میپرسیدن و سوال خیلی از بچه ها هستش که توی پارک دوبل تو فرمون اول و تو فرمون دوم چرا شما بعضی جاها میگید فرمون رو کامل مثلا به سمت راست بچرخونیم یا اینکه مثلا یک دور بچرخونیم. و من همیشه بارها گفتم که پارک دوبل انواع و روش‌های مختلفی داره و با شاخصهای مختلفی زده میشه و حتما باید هر پارک دوبلی رو با شاخص و روش خودش انجام بدید، در غیر این صورت اشتباه میشه. لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب انتهای برفاکن سمت راست رو میندازیم زیر چرخ‌های عقبی ماشین پارک شده یا پایین وسط شیشه رو میندازیم زیر چرخاش و حتما راهنمای سمت راست رو هم میزنیم و مستقیم در امتداد راهمون میریم جلو و به محض اینکه نوک آینمون رسید به نوک چراغ ماشین پارک شده، اینجا دنده داخل عقب قرار میدیم. فرمونمون صاف و مستقیم هستش و به سمت عقب حرکت میکنیم. اینجا همیشه گفتم که از انتهای لچکی به محض که چراغ ماشین پارک شده رو دیدیم باید فرمون بگیریم، ولی این پارک دوبل فرق داره. یه خورده عقب‌تر میریم و به محض اینکه نوک چراغ ماشین پارک شده رو خط لچکیمون افتاد، دقیقا همینجا. اینجا بچه باید فرمون رو یک دور، فقط یک دور درجا، دقت داشته باشید، یک دور درجا به سمت راست میچرخونیم و لاک پشتی به سمت عقب حرکت میکنیم. موقع عقب رفتن هم حتما آینه سمت خودتون رو نگاه کنید تا خطری براتون پیش نیاد. به صورت لاک پشتی به سمت عقب حرکت میکنیم و موقعی که اینجا قاب آینمون کامل روی چراغ ماشین پارک شده قرار گرفت، باید در حال حرکت، بچه حتما حواستون باشه توی این پارک دوبل، توی این فرمون دوم باید در حال حرکت فرمون رو کامل به سمت چپ بگیریم به صورت لاک پشتی و داخل پارک بشیم. خب ما حرکت میکنیم. سمت عقب حرکت میکنیم و الان دیگه با جلومون مستقیم شدیم. دنده رو خلاص میکنیم و ببینید بچه ها از ابتدای ماشین تا لبه جدول 30-50 سانت داریم و جلومون هم با ماشین جلویی 1 متر رو داریم و موقعی که دیگه چرخهای ماشین جلویی رو نبینیم از خود دیده راننده مطمئن باشید که فاصلمون فاصله طولیمون عالی هستش. خب بچه با این پارک دوبل به راحتی و بدون استرس میتونید که تو آزمون قبول بشید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.